آقا نسل قبل رید ما اسیریم اینجا به خاطر بیلیاقتی، خب به خاطر اینکه قدر عافیت رو ندونستن. شاه خدا بیامرز فقط نفت و گاز و پل ورسک رو ولش بکن. آقا کلاس لول داشت می اومد تو ما، از اون قاجار کیری لول داشت می اومد تو ما. آقا مشکل آقای شاه میدونی چی؟ روز من به شما بگم، من خیلی خوندم، ایران رو برد 100 سال جلوتر از اون چیزی که بود. داداش اشتباه بود. آقا طرف مثلا میرفت سوئیس اسکی میکرد. آها این سوئیس با پول مردم، اون یه اسکی میرفت با 20 نفر. اینا که ما میخوان برن تا مشهد بشه امام رضا رو بشونن، فقط 50 میلیارد فقط خرج محافظ و خزم و بخور بزن و بگیر. منظورم که مشکل شاه خدا بیامرز این بود که 100 سال زیادی جلو بود. اصلا اون چیزا مال اون موقع نبود، برای پدر من نبود، پدر خودم میگم.